درود به همه عزیزان. به یک ویدیوی دیگه خوش اومدید. امروز توی این ویدیو میخوام 10 تا از سوالات رایج و تکراری در مورد سابلیمینال رو به همراه جواب در اختیار شما عزیزان قرار بدم. اگر تازه با دنیای سابلیمینال آشنا شدی، کانال یوتیوب ما پر از سابلیمینال و ویدیوهای آموزشیه. همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن تا هیچ نکته ای رو از دست ندی. وقتشه بریم سراغ سوالات. سوال 10. سابلیمینال دقیقاً چیه و چطور کار میکنه؟ سوال 9. چند وقت باید به سابلیمینال گوش بدم تا نتیجه بگیرم؟ سوال 8. آیا حتماً باید با هدفون گوش بدم؟ سوال 7. اگر وسط گوش دادن خوابم ببره، باز هم اثر میکنه؟ سوال 6. سابلیمینال عوارض یا خطر داره؟ سوال 5. آیا میشه همزمان به چند سابلیمینال گوش داد؟ سوال 4. اگر زبان عبارات تأکیدی رو بلد نباشم، باز هم اثر میکنه؟ سوال 3. چند بار در روز باید به سابلیمینال گوش کنم؟ سوال 2. سابلیمینال برای همه جواب میده یا فقط برای بعضی ها؟ سوال 1. آیا میشه خودم سابلیمینال بسازم یا باید آماده تهیه کنم؟ اگر تا الان نتیجه نگرفتی، شاید نکته ای رو جا انداختی. پس جواب این سوالات رو از دست نده تا بتونی مسیرت رو عوض کنی. جواب هر کدوم از سوالات ساده، کاملا علمی و قابل فهم می باشد. سوال 10. سابلیمینال دقیقاً چیه و چطور کار میکنه؟ سابلیمینال یک فایل صوتی یا تصویریه که پیام‌ها یا عبارات تأکیدی رو به صورت پنهان و با فرکانس‌های خاص وارد ضمیر ناخودآگاه میکنه. این پیام‌ها مستقیم به بخش ناخودآگاه ذهن میرن و باورها و الگوهای فکری رو تغییر میدن بدون اینکه ذهن آگاه متوجهشون بشه. سوال 9. چند وقت باید به سابلیمینال گوش بدم تا نتیجه بگیرم؟ این بستگی به فرد، باورها و میزان پذیرش ذهنش داره. برای بعضی‌ها تغییرات بعد از چند هفته دیده میشه، برای بعضی‌ها چند ماه طول میکشه. پیشنهاد کلی، حداقل 21 تا 90 روز به طور مداوم استفاده کنید. سوال 8. آیا حتماً باید با هدفون گوش بدم؟ اگر سابلیمینال شامل امواج باینورال یا استریو باشه، هدفون ضروریه. ولی اگر فقط موسیقی یا صداهای طبیعت با پیام‌های پنهان باشه، میشه بدون هدفون هم گوش داد، ولی کیفیت جذب معمولاً کمتره. سوال 7. اگر وسط گوش دادن خوابم ببره، باز هم اثر میکنه؟ بله، چون در حالت خواب، ذهن آگاه خاموش و ضمیر ناخودآگاه فعالتره. حتی بعضی‌ها عمدن موقع خواب استفاده میکنن تا مقاومت ذهن کمتر بشه. وقتی خواب هستیم، مغز وارد امواج آلفا، تتا و دلتا می شود. این حالتها مخصوصاً تتا برای دریافت پیام‌های ناخودآگاه بسیار مناسب هستند، چون ذهن منطقی خودآگاه در حالت استراحت است و مقاومت کمتری نشان می دهد. سوال 6. سابلیمینال عوارض یا خطر داره؟ اگر پیام‌های مثبت و درست انتخاب شده باشند، هیچ عارضه‌ای نداره. اما استفاده از سابلیمینال هایی که توسط افراد ناشناس ساخته شده و محتواش معلوم نیست، میتونه خطرناک باشه. سوال 5. آیا میشه همزمان به چند سابلیمینال گوش داد؟ بله، ولی بهتره در یک دوره روی 1 یا 2 هدف مرتبط تمرکز کنی تا ذهن دچار پراکندگی نشه. گوش دادن به چند هدف متفاوت ممکنه روند نتیجه گیری رو کند کنه. سوال 4. اگر زبان عبارات تأکیدی رو بلد نباشم، باز هم اثر میکنه؟ منظور از این سوال اینه که اگر سابلیمینال با زبانهای مختلف باشه تأثیر داره. بله، چون ضمیر ناخودآگاه لزوما نیاز نداره زبان رو بفهمه. پیام‌ها به صورت ارتعاشی و صوتی ثبت میشن و ذهن ناخودآگاه اونها رو دریافت میکنه. تأثیر سابلیمینال به درک کامل زبان بستگی نداره، بلکه به پیام‌هایی که وارد ضمیر ناخودآگاه میشن بستگی داره.
اگه ذهن آگاه، یعنی بخش منطقی و فکری ما، معنای جملات رو کاملا نفهمه، ولی ناخودآگاه در معرض تکرارهای مثبت، موزیک خاص و فرکانس‌های تنظیم شده قرار بگیره، همچنان ممکنه اثر بذاره. اما اگر فرد هیچ آشنایی با زبان نداشته باشه، یعنی حتی ندونه جمله چی میگه، تأثیرش ضعیف‌تر میشه، چون ضمیر ناخودآگاه هم از طریق تجربه و زبان مادری برنامه‌ریزی شده. سوال 3. چند بار در روز باید به سابلیمینال گوش کنم؟ حداقل 1 تا 3 بار در روز، هر بار حدود 15 تا 60 دقیقه. ولی مهمتر از تعداد دفعات، پیوستگی و مداومت در استفاده است. سوال 2. سابلیمینال برای همه جواب میده یا فقط برای بعضی‌ها؟ برای همه میتونه جواب بده، ولی سرعت و میزان تغییر بستگی به باورهای قبلی، سطح مقاومت ذهن و استمرار در استفاده داره. سوال 1. این سوال یکی از سوالات بسیار مهم هست که خیلی پرسیده میشه. آیا میشه خودم سابلیمینال بسازم یا باید آماده تهیه کنم؟ بله، هر شخص میتونه برای خودش سابلیمینال بسازه. فقط لازمه که عبارات تأکیدی رو درست بنویسه، اونها رو با صدای مناسب ضبط کنه و زیر یک موزیک یا صدای آرام قرار بده. ساختن سابلیمینال شخصی حتی میتونه اثر بیشتری داشته باشه، چون دقیقاً مطابق خواسته های شماست. البته این موضوع بسیار مهم هست. ساخت سابلیمینال چیزی نیست که هر کسی بدون دانش و تجربه واردش بشه. شما دارید مستقیماً با ناخودآگاه ذهن انسان کار میکنید و اگر اصول علمی و روانشناسی پشت این کار رو ندونید، ممکنه نتیجه‌ای نگیرید یا حتی اثر معکوس ایجاد کنید. خب دوستان عزیز، امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و جواب خیلی از سوالهاتون رو گرفته باشید. یادتون نره که دنیای سابلیمینال پر از نکات ریز و ظریفه که اگر درست بشناسیدش، میتونه زندگیتون رو متحول کنه. اگر دوست دارید بیشتر در این مسیر یاد بگیرید، نمونه سابلیمینال ها رو ببینید و آموزش های تخصصی رو دریافت کنید. حتما مشترک کانال من بشید و دکمه زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. لینک یوتیوب و کانال تلگرامم رو هم توی توضیحات گذاشتم تا بتونید راحت‌تر به محتوای کامل و رایگان دسترسی داشته باشید. تا ویدیوی بعدی، شاد و پر انرژی باشید.